تا حالا براتون سوال پیش اومده که چرا وقتی که میخواین کنتتون رو تیز بکنید میشکنه و نمیتونین به راحتی تیزش بکنید؟ براتون توضیح میدم که باید چی کار بکنید که مشکلی پیش نیاد. خب اولین دلیلی که باعث میشه که کنتتون بشکنه موقع استفاده کردن اینه که قبل از اینکه اصلا شروع به تراشیدنش بکنید از دستتون افتاده یا یک ضربه‌ای بهش وارد شده. خب به خاطر اینکه مغز مدادمون خیلی نرم هستش به راحتی از تو با یه ضربه کوچیک میشکنه و دیگه نمیشه ازش استفاده کرد. هر چقدر بتراشین هی مدام میشکنه و دیگه قابل استفاده نیستش. روش بعدی هم که ممکنه باعث شکستنش بشه فشار دستتون موقع تیز کردن هستش که با تمرین زیاد باعث میشه که این اتفاق دیگه نیفته. پس دقت داشته باشین که ضربه نخوره و بیش از اندازه به کنتتون فشار وارد نکنید.